خوش اومدید به اپیزود 28 از سری آموزش‌های فول استک لاراول 11. در این اپیزود می‌خوایم به یکی از جذاب‌ترین قابلیت‌های وب اپلیکیشن‌ها بپردازیم، یعنی ریل تایم کامیونیکیشن. با استفاده از لاراول و ابزار قدرتمند لاراول ریورب این کار خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنید. پس همراه من باشید تا با هم یه سیستم چت زنده و کامل رو با استفاده از لاراول ریورب بسازیم. ابتدا بیاید مفاهیم اساسی برودکاستینگ رو که به ما امکان ایجاد ارتباطات ریل تایم در وب اپلیکیشن‌ها رو میده بررسی کنیم. روش‌های سنتی برای ایجاد ریل تایم کامیونیکیشن مثل لانگ پولینگ و سرور سنتیونس وجود دارند، اما این روش‌ها دارای محدودیت‌هایی هستند. برای مثال لانگ پولینگ باعث افزایش بار سرور میشه و SSE از نظر قابلیت‌های تعاملی محدوده. وب سوکت به عنوان یک جایگزین کارآمدتر و قدرتمندتر برای این روش‌ها مطرح شده. وب سوکت یک پروتکل ارتباطی دو طرفه است که به مرورگرها اجازه میده تا ارتباطات پایدار با سرور برقرار کنند بدون اینکه نیاز به ریکوست HTTP متعدد باشه. این یعنی اینکه سرور میتونه هر زمان که بخواد اطلاعات جدیدی رو به کلاینت ارسال کنه بدون اینکه کلاینت درخواست خاصی ارسال کنه. به این نوع ارسال ریل تایم کامیونیکیشن میگن. این نوع ارتباط در کاربردهای مثل چت زنده، بازی‌های آنلاین، نظرسنجی‌های زنده و غیره خیلی کاربرد داره. وب سوکت هم فناوری کلیدی برای ساختن ریل تایم کامیونیکیشن در وب. لاراول برودکاستینگ یه سیستم قدرتمند، یه مکانیزم کارا برای ارسال ایونت ها به کلاینت های متصله. این مکانیزم با استفاده از درایورهای مختلف مثل ردیس، پوشر و غیره میتونه رویدادها یا همون ایونت ها رو به کلاینت ها منتشر کنه، برودکست کنه. با استفاده از لاراول برودکاستینگ میتونیم به راحتی ایونت هایی در اپلیکیشن خودمون تعریف کنیم و اونها رو به کانال های مختلف ارسال کنیم. برای اینکه دقیق تر با لاراول برودکاستینگ آشنا بشیم لازمه چند تا مفهوم رو مرور کنیم. اولینش کانال ها هستن. کانال ها در لاراول برودکاستینگ برای گروه بندی سابسکرایب ها استفاده میشه. هر ایونت به یک کانال خاص ارسال میشه و فقط سابسکرایب های اون کانال ایونت رو دریافت میکنن. دومین مفهوم هم ایونت ها هستن که باهاشون در اپیزود 26 آشنا شدیم تا حدی. در اینجا ایونت ها حامل اطلاعاتی هستن که از سرور به کلاینت ارسال میشه. توی لاراول ایونت ها به صورت کلاسایی تعریف میشن که حاوی دیتای مورد نظر ما هستن. آخرین مفهومی هم که لازم آشنا بشیم لاراول ایکو. لاراول ایکو یک کتابخونه جاوا اسکریپت که برای ساده سازی کار با لاراول برودکاستینگ در سمت کلاینت استفاده میشه. این لایبرری به شما اجازه میده به راحتی به کانال های مختلف وصل بشید و ایونت ها رو لیسن گوش کنید. لاراول ایکو همه نیازمندی های سمت فرانت کار با برودکاستینگ لاراول رو هندل میکنه. لاراول ریورب یه سرور وب سوکته که به طور خاص برای لاراول طراحی شده. این ابزار به شما اجازه میده بدون نیاز به تنظیمات پیچیده ریل تایم کامیونیکیشن رو در اپلیکیشن خودتون پیاده سازی کنید. ریورب با استفاده از پروتکل پوشر کار میکنه و به شما امکان میده ایونت ها رو ریل تایم به کلاینت ها بفرستید. خب بریم سراغ پیاده سازی. اول نصبش کنیم. PHP Artisan اینستال برودکاستینگ. با این دستور پکیج لاراول ریورب نصب میشه و کانفیگ اولیه انجام میشه. بعد از نصب اطلاعات اتصال به .env تون اضافه شده که برای کار با سیستم مورد نیازه. علاوه بر این دو پکیج لاراول ایکو و پوشر هم که برای سمت کلاینت نیازه ست شده. لاراول ایکو گفتیم یک کتابخونه جاوا اسکریپت که کار با کانال ها و گوش دادن به ایونت های برودکست شده توسط سرور لاراول رو در سمت کلاینت ساده میکنه. این فایل echo.js هست که بعد از نصب برودکست اضافه شده. ما باید اون رو در اسکریپت های سمت کلاینتمون لود کنیم. من اون رو در bootstrap.ts ایمپورت میکنم. اگه یادتون باشه در اپیزودهای اول ما این bootstrap رو در app.ts مون که راه اندازی اینرشیا رو بر عهده داره لود میکنیم. خب بریم یه کنترلر جدید به نام مسنجر کنترلر اضافه کنیم تا درخواست‌های مربوط به چت رو مدیریت کنه. PHP Artisan کنترلر مسنجر کنترلر. فایل ایجاد شده رو باز می‌کنیم. یه متد به نام ایندکس بهش اضافه می‌کنیم تا صفحه چت رو رندر کنه. از اینرشیا برای رندر کردن پیج ویوش استفاده می‌کنیم. حالا که کنترلر مسنجر رو ساختیم باید یه روت برای دسترسی به این کنترلر تعریف کنیم. توی فایل روت وبیمون یه روت get برای آدرس /messenger تعریف می‌کنیم. میگیم وقتی این روت فراخوانی میشه متد ایندکس از کلاس مسنجر کنترلر اجرا بشه و با میدلور تعیین میکنیم برای دسترسی به این روت کاربر باید احراز هویت شده باشه. اسمش رو هم messenger.index میذاریم. نوبت صفحه ویوشه. توی /resources/js/page/messenger فایل index.view رو میسازیم و یه کامپوننت پایه ویو رو توش میگذاریم. برای اینکه بتونیم ازش استفاده کنیم باید از window.echo استفاده کنیم. در واقع همون چیزی که در echo.js ست شده بود. سر وقتش دوباره میایم. پایه‌های UI و سرور رو آماده کردیم. میخوایم سراغ ارسال و دریافت پیام‌ها بریم. برای این کار نیاز داریم یه ایونت تعریف کنیم که حاوی اطلاعات مربوط به پیام جدید باشه. با میک ایونت یه ایونت جدید به نام چت مسیج ایجاد می‌کنیم. برای اینکه این ایونت قابل برادکست باشه باید از اینترفیس should broadcast استفاده کنه. متد برودکست آن مشخص میکنه که ایونت روی چه
کانالی پخش بشه، نام کانالش رو چت میگذاریم. فعلا ایونت ما قراره پیام رو ارسال کنه، پس یه پراپرتی به نام مسیج بسازیم که متن پیام رو در خودش نگه می‌داره. فعلا هم برای اینکه بتونیم تستش کنیم روی یک کانال عمومی پخشش می‌کنیم و با متد برودکست وید میتونیم تعیین کنیم که چه دیتایی همراه با ایونت برودکست بشه که فعلا همین مسیج رو برای تستامون میگذاریم. با آرتیسان ریور دوت استارت سرور وب سوکت لاراول ریورب رو استارت می‌کنیم. داش دیباگ هم برای تایم دیباگ عالیه. برای اینکه ایونتامون تو صفحه هم مدیریت بشه از آرتیسان کیو ورک برای شروع کار استفاده می‌کنیم. یه کار دیگه داریم. حالا که ایونت ارسال پیام رو تعریف کردیم، باید کانالش رو هم تعریف کنیم. برای تعریف کانال از فایل canvas.php در روتس استفاده می‌کنیم. این فایل برای تعریف کانال‌های مختلف تو اپلیکیشن ما استفاده میشه. ما یه کانال جدید به نام چت تعریف می‌کنیم. الان با این کار همه کاربرایی که به این کانال وصل بشن، پیام‌های جدیدی که به این کانال ارسال میشه رو دریافت می‌کنن. بعداً تغییرش میدیم. توی چت همه نباید پیام‌های هم رو ببینن. حالا که ایونت ارسال پیام رو تعریف کردیم، کانال رو هم مشخص کردیم، میتونیم طریقه وصل شدنش رو سمت ویو ببینیم. میریم توی فایل ویو index.view و با کمک اکو یک لیسنر به کانال چت اضافه می‌کنیم. این لیسنر هر زمان که یه ایونت جدید در کانال چت منتشر بشه، برودکست بشه، اجرا میشه. با متد کانال به کانال وصل میشیم و با متد لیسن تو اول همه پیام‌هایی که میاد گوش میدیم و صرفا توی کنسول نمایشش میدیم. حالا هر زمان که پیام جدید ارسال بشه و ایونت چت مسیج برودکست بشه، این لیسنر اجرا میشه و پیام جدید در کنسول مرورگر نمایش داده میشه. قبل از هر کار هم یه بیلد میگیریم از سمت کلاینتمون. میریم توی تینکر و یه ایونت رو خودمون دستی تریگ میکنیم. شما نوشتم نام ایونتمون چت مسیج بود. وقتی بریم توی مرورگر، در کنسول مرورگرمون میبینیم که این پیام دریافت شده با مقدار دیتای مسیج، همه چیز داره درست پیش میره. حالا که پایه‌های سیستم چت رو ساختیم، میخوایم امکان ارسال پیام به کاربران سیستم رو اضافه کنیم. برای این کار نیاز داریم که لیستی از کاربران رو در صفحه چت نمایش بدیم تا کاربر بتونه با انتخاب هر کاربر پیامش رو برای اون نفر ارسال کنه. متد ایندکس رو اینجور کامل میکنیم که همه کاربرا رو از جدول یوزرز دریافت میکنیم، کاربر فعلی رو از لیست حذف میکنیم، بعد این لیست رو به کامپوننت ویومون ارسال میکنیم. توی صفحه ویو مسنجر هم یوزرز رو از پراپس میگیریم. بعد این نیست متغیر پیج رو هم داشته باشیم. اطلاعات کاربر لوگین توی پراپرتی آس پیج هست که در ادامه کار نیازش خواهیم داشت. حالا نوبت نمایش لیست کاربرا و صفحه چتشونه. برای این کار دو تا کامپوننت جدید تعریف میکنیم. یو آی مسنجر فرندز که لیستی از دوستان رو نمایش میده و به کاربر اجازه میده انتخاب یه دوست برای شروع چت رو داشته باشه. این کامپوننت رو استفاده میکنیم و لیست یوزرز رو به عنوان پراپس بهش میفرستیم. یو آی مسنجر چت هم که فضای چت رو قرار نمایش بده، کاربر انتخاب شده رو به عنوان ورودی بهش میدیم و بهش میگیم فقط زمانی نمایش داده بشه که کاربری انتخاب شده. از اپیزود شخصی سازی ویتمون هم یادمونه که این کامپوننت ها باید در شاخه components/messenger ساخته بشن. یو آی مسنجر فرندز وظیفه نمایش لیست دوستان رو بر عهده داره. بریم سر وقتش. یه فایل جدید با نام friends.view در مسیر resources.js components یو آی مسنجر ایجاد میکنیم. فراموش نمیکنیم که یوزرز رو توی پراپسش بگیریم. میخوایم یه لیست از دوستان رو نمایش بدیم. با کلیک روی هر کدوم بتونیم چت رو با اون دوست شروع کنیم. از یو ال برای نمایش لیست کاربرا استفاده میکنیم. با استفاده از V4 برای هر کاربر یه آیتم لیست جدید ایجاد کردیم. در هر آیتم نام کاربر نمایش داده میشه. به هر آیتم لیست یک رویداد کلیک اضافه میکنیم که وقتی کاربر روی آیتم کلیک کنه تابع آن چت وید فراخوانی بشه. این فانکشن رو هم اینطور تعریف میکنیم که با کلیک یه ایونت سفارشی به نام چت رو با پارامتر کاربر انتخاب شده بفرسته برای کامپوننت والدش. میشه index.view در اینجا. قبل‌تر هم دیدیم که برای تریگ ایونت سفارشی تو ویو 3 از دیفاین امیتس استفاده میکنیم. وقتی کاربر روی یکی از دوستاش کلیک میکنه، ایونت چت اطلاعات کاربر انتخاب شده میره بالا. حالا نوبت به این رسیده که این رویداد رو، این ایونت رو در index.view بگیریم و بر اساس اون کامپوننت چت رو بروز کنیم. یه لیسنر اضافه کردیم اینجا که وقتی رویداد چت منتشر بشه تابع هندل چت اجرا بشه. تابع هندل چت هم خیلی ساده اطلاعات کاربر انتخاب شده رو دریافت میکنه و مقدار رف سلکتد یوزر رو بروز میکنه. با تغییر مقدار این متغیر کامپوننت یو آی مسنجر چت هم صورت خودکار رندر مجدد میشه و اطلاعات کاربر انتخاب شده در اون نمایش داده خواهد شد. کاربر انتخاب شده رو داریم. نوبت به ساخت کامپوننت یو آی مسنجر چت. یه فایل جدید با نام chat.view در resources.js components یو آی مسنجر میسازیم. یوزر رو به عنوان پراپس دریافت میکنیم. اطلاعات کاربر انتخاب شده در این پراپس یه ساختار پایه برای کامپوننت ایجاد میکنیم. یه هدر برای نمایش نام کاربر، یه بخش برای نمایش پیام ها و یک بخش هم برای ارسال پیام. یه اینپوت برای متن چتی که کاربر میخواد ارسال کنه میذاریم که به form.message بایندش میکنیم. باید این متغیر رو بسازیم و یه دکمه که با کلیک فانکشن send message رو اجرا میکنه. فرم رو هم با یوز فرم اینرشا میسازیم و یه فیلد مسیج براش میگذاریم. متن ارسال دکمه رو هم درست کنم. حالا که یو آی اولیه برای ارسال پیام رو آماده کردیم، باید به بخش ذخیره سازی پیام‌ها در دی بی بریم.
برای این کار نیاز به یه مدل و یه جدول جدید در دیتابیس داریم. PHP Artisan یک مدل چت داش مایگریشن، با این کار هم مدل ساخته میشه هم مایگریشن. بریم این جدول رو کامل‌تر کنیم تا بتونیم اطلاعات دقیق‌تری درباره پیام‌ها رو ذخیره کنیم. یه فیلد از نوع تکست با نام تکست که متن پیام رو نگهداری کنه. فرام آندرلاین آیدی فارنکی به جدول یوزرز مشخص میکنه که چه کاربری این پیام رو ارسال کرده و تو آندرلاین آیدی فارنکی به جدول یوزرز دوباره که اشاره میکنه این پیام برای چه کسیه. بریم مدلمون رو بسازیم. لیبل رو شامل فیلدایی که میتونن به صورت مس اساین بشن مشخص میکنیم. یه متد به نام فرام تعریف میکنیم. رابطه بیلانگز تو به خود مدل یوزر تعیین میکنه هر پیام از طرف کیه و متد تو مثل فرام یعنی بیلانگز تو و نشون میده هر پیام برای چه کسیه. بذارید فرام آندرلاین آیدی رو هم درست کنم. خب حالا با PHP Artisan مایگریشن ها رو اجرا میکنیم. نوبت ساخت ایونتمونه. باید ایونتمون رو کامل کنیم. در متد برودکست آن از یک کانال خصوصی به نام chat $message2 استفاده میکنیم. این به این معنیه که این ایونت فقط به کاربری که پیام برای اون ارسال شده برودکست میشه. با این کار فقط یک کاربر پیام رو قرار دریافت کنه. برودکست وید رو نیازش نداریم، حذفش میکنیم و کانستراکتورمون به جای اینکه فقط متن پیام رو به عنوان پارامتر بگیریم، یه دیتا از نوع مدل چت رو به عنوان پارامتر میگیریم. اینجوری همه اطلاعات مربوط به پیام هم در دسترس ماست. ما تا اینجا ایونت ارسال پیام رو طوری تنظیم کردیم که فقط به کاربر مقصد ارسال بشه. اما برای اینکه این مکانیزم به درستی کار بکنه، باید تعریف کانال رو هم در roots/canals.php تغییر بدیم. یعنی نامش رو از یک کانال عمومی با نام چت به یک نام خصوصی با نام chat.id تغییر بدیم. اینجا آیدی جایگزین آیدی کاربر مقصد میشه. توی کالبکش تابعی تعریف کردیم که بررسی میکنه آیا کاربری که میخواد به این کانال دسترسی پیدا کنه همون کاربریه که پیام برای اون ارسال شده یا نه. اگه آیدی کاربر فعلی با آیدی مشخص شده در کانال یکسان باشه اجازه داره. در واقع وقتی یه پیام جدید ارسال میشه ایونت به کانالی به نام chat.id پخش میشه. اگه آیدیش با آیدی کاربر یکی باشه میتونه دسترسی داشته باشه، وگرنه نه. اسم کانال رو هم فراموش نمی‌کنیم که به جای اینکه تو من اشتباهاً تو گذاشتم تو آندرلاین آیدی بگذاریم. حالا میتونیم کنترلرمون رو کامل کنیم. یه روت جدید برای متد کانورسیشن. این روت به ما اجازه میده تا با ارسال درخواست به آدرس messenger/ یه یوزر خاص مکالمات یک کاربر خاص رو بگیریم. بعد توی کنترلرمون متد جدید کانورسیشن رو تعریف میکنیم. یک کاربر رو به عنوان پارامتر میگیره و تمام مکالمات بین کاربر فعلی و کاربر تعیین شده رو میگیره. فرام آیدی آوت آیدی. این قسمت از کوئری پیامایی رو پیدا میکنه که ستون فرام آیدی برابر با شناسه کاربر فعلی باشه. اینجا هم پیام‌هایی رو پیدا میکنه که ستون تو آندرلاین آیدیشون برابر با یوزر آیدی باشه. اورور دقیقاً مشابه قسمت قبلیه، با این تفاوت که نقش فرستنده و گیرنده برعکس شده. با وید هم اطلاعات مربوط به کاربر فرستنده فرام و کاربر گیرنده تو به صورت خودکار لود میشه و بر اساس آیدی به صورت صعودی مرتبشون میکنیم. حالا میخوایم امکان ارسال پیام بین کاربران رو فراهم کنیم. برای این کار نیاز به یه روت جدید و یه متد در کنترلرمون داریم. ما یه روت پست با آدرس /messenger/user تعریف میکنیم که به متد send در کنترلر مسنجر کنترلر اشاره میکنه. بریم متد send رو بسازیم. این متد دو کار اصلی انجام میده. یه ریکورد جدید در جدول چت که حاوی اطلاعات فرستنده، گیرنده و متن پیامه ذخیره میکنه و بعد از ذخیره کردن پیام ایونت چت مسیج رو برودکست میکنه به همراه اطلاعات پیام جدید. وقتی کاربری پیامی رو ارسال میکنه درخواست به این روت ارسال میشه و با کمک برودکست هم این ایونت پخش خواهد شد. کاربر گیرندم که به این کانال متصله این رویداد رو دریافت میکنه و لیست پیام‌های خودش رو باید بروز کنه. بریم سمت فرانت. اول اطلاعات کاربر فعلی رو داخل کامپوننت چت بگیریم تا بتونیم ازش برای نمایش پیام‌ها و انجام عملیات دیگه استفاده کنیم. از یه هوک اینرشا به نام یوز پیج که مال لایبرری اینرشا JS ویو 3 هست استفاده میکنیم. این هوک به ما اجازه میده که به اطلاعاتی که از سمت سرور به کامپوننت ارسال شده دسترسی داشته باشیم. ما تو اپیزودهای قبلی کاری کرده بودیم اطلاعات بیشتری مثل فلش مسیج هامون هم توش قرار بگیره. توی اطلاعاتش یه آیتم به نام اوت وجود داره که اطلاعات کاربر احراز هویت شده رو، کاربری که لوگین شده، در اون ما از این آیتم برای دریافت اطلاعات کاربر فعلی استفاده می‌کنیم و اون رو در متغیری به نام کارنت یوزر ذخیره می‌کنیم. یه رف هم به نام مسیج ایجاد می‌کنیم یا آرایه خالی که باید پیام‌های مکالمه در اون قرار بگیره. برای اینکه بتونیم پیام‌ها رو نمایش بدیم نیاز داریم که اونها رو از سرور دریافت کنیم. ما تو اپیزود قبل برای درخواست اژکسی از فچ استفاده کردیم. توی این اپیزود از اکسیوس استفاده می‌کنیم. خوشبختانه تمام هدرهایی که برای اتنتیکیشن و
سایز لازمه خودش فرستاده میشه توسط اگزیس. یه تابع آسینک به نام get message تعریف میکنیم. این تابع اطلاعات کاربری که میخوایم باهاش چت کنیم رو میگیره. اگزیس get برای ارسال یه درخواست get به روتی که برای دریافت پیام‌های یه مکالمه تعریف کردیم، پارامتر آیدی یوزر در آدرس درخواست قرار میگیره تا مشخص شه که پیام‌های کدوم کاربر رو میخوایم دریافت کنیم. وقتی پاسخ دریافت شد، محتوای پاسخ رو به مسیج اختصاص میدیم. در نهایت هم تابع get message رو با ارسال اطلاعات کاربر به عنوان پارامتر اجرا میکنیم تا بلافاصله بعد از رندر شدن کامپوننت پیام‌های مکالمه دریافت بشن. برای نمایش پیامم از یه دیو آیدی مسیج کانتینر استفاده میکنیم. داخل این دیو از یه حلقه V4 برای تکرار روی مسیج استفاده میکنیم. برای هر پیام یه دیو ایجاد میکنیم و متن پیام رو داخلش قرار میدیم. برای تشخیص اینکه هر پیام توسط چه کسی ارسال شده از یه شرط VIF استفاده میکنیم. اگر پیام توسط کاربر فعلی ارسال شده باشه یک کلاس from و اگه پیام توسط کاربر دیگه ارسال شده باشه یک کلاس to به دیو میدیم. اینجا هم اشتباهی پرانتزها رو پاک میکنه. تصور کنید که کاربرمون بین چندین مکالمه جابجا بشه. در این حالت ما میخوایم که پیام‌های هر مکالمه به صورت خودکار بارگذاری بشه. برای این کار از یه ویژگی قدرتمند توی ویو به نام واچ استفاده میکنیم. واچ به ما این امکانو میده که یه متغیر یا یه پراپرتی رو واچ کنیم، تحت نظر بگیریم. هر بار که مقدارش تغییر کنه، یک کال بک، یه تابع مشخص اجرا بشه. ما میخوایم متغیر pros.user رو تحت نظر بگیریم. این متغیر حاوی اطلاعات کاربره که با اون در حال چتیم که از کامپوننت والد میاد. pros.user رو واچ میکنیم و با تغییرش پیام ها رو میگیریم. به جای کال عادی get message هم اون رو میگذاریم توی unmounted. اینجوری دیگه فقط بار اول get message لود میشه. بارهای دیگه با واچ هندل میشه. برای ارسال پیام هم تابع send message رو تعریف میکنیم. ابتدا بررسی میکنیم که فیلد پیام خالیه یا نه. درخواست پست به روتی که برای ارسال پیام تعریف کردیم اکشن send ارسال میکنیم. توی بادیش متن پیام رو میدیم. اگه موفق ارسال شد، پیامی که ارسال کردیم رو به مسیج اضافه میکنیم تا بلافاصله در صفحه نمایش داده بشه. فرم رو ریست میکنیم تا کاربر بتونه پیام جدیدش رو هم تایپ کنه. بیا یه قابلیت جذابتر به چتمون اضافه کنیم و اونم وضعیت تایپینگ. دو تا رف به نام ایز تایپینگ و ایز تایپینگ تایمر رو تعریف میکنیم. توی بخش سکشن پیام‌های چت که پیام‌های چت قرار اینجا نمایش داده بشه، یه تگ اسمال جدید اضافه میکنیم. از VIF استفاده میکنیم. فقط زمانی نمایشش میدیم که ایز تایپینگ ترو باشه و نام کاربری هم که داره تایپ میکنه در حال تایپ کردن است مینویسیم. به ورودی متنم یه رویداد ادکیدان اضافه میکنیم که تابع send typing event رو کال میکنه. این تابع متغیر is typing رو روی true تنظیم میکنه و تایمر رو شروع میکنه. یه رویداد کی آپ اینتر هم اضافه میکنیم که با زدن کلید اینتر تابع send message فراخونی بشه. بریم تابع send typing event رو بنویسیم. این تابع با هر بار تایپ کردن کاربر کال میشه. با استفاده از window.echo.private به کاربر مقابل متصل میشیم. یه رویداد با نام تایپینگ ارسال میکنیم و اطلاعات کاربر فعلی یوزر آیدیش رو به همراه اون ارسال میکنیم. تا به اینجا ما رویداد تایپ کردن رو ارسال میکردیم، اما هنوز مکانیزمی برای دریافت ایونت ها در سمت دیگه چت وجود نداره. هر بار که چت ما عوض میشه باید به کانال جدیدی وصل شه و گوش بده. پس میریم توی واچ مینویسیم. با استفاده از window.echo.private به کانال خصوصی کاربر جاری، کاربری که صفحه چتش لود شده، متصل میشیم. ایونت چت مسیج رو گوش میدیم. هر زمان پیام جدیدی ارسال بشه این ایونت دریافت میشه و پیام جدید به لیست پیام ها اضافه میشه. listen for whisper رویداد تایپینگ رو گوش میده. هر زمان که کاربر مقابل شروع به تایپ کنه این رویداد دریافت میشه و متغیر ایز تایپینگ بروز میشه تا نمایش وضعیت تایپ کردن فعال شه. response.user_id مساوی باشه با props.user_id بررسی میکنه که آیا رویداد تایپ کردن مربوط به کاربر مقابل یا نه. اگه آره، متغیر is typing رو ترو میکنه. با clear time out هم تایمر قبلی رو پاک میکنیم تا از اجرای همزمان چندین تایمر جلوگیری بشه. با set time out هم یه تایمر جدید تنظیم میکنیم تا پس از مدت 1000 ثانیه متغیر is typing رو فالس کنه. توی کامپوننت اصلی index.view هم هنگام ارسال ایونت چت اطلاعات کامل کاربر انتخاب شده رو به کامپوننت UI مسنجر چت ارسال میکنیم. حالا میخوایم ظاهر کاربر انتخاب شده در لیست کاربرا رو تغییر بدیم تا به کاربر نشون بدیم با کدوم کاربر در حال چته. یعنی کلاس selected رو به عنصر li اضافه میکنیم به شرطی که selected user وجود داشته باشه، مخالف نل باشه، selected user.id هم مخالف نل باشه و id
selected user با آیدی یوزر فعلی برابر باشه. روش ارسال ایونت چت مسیج رو هم از برادکست به ایونت تغییر میدیم. با این کار هم سیستم صف بندیمون رو میتونیم روش داشته باشیم، هم میتونیم بعداً پردازشش هم بکنیم قبل از ارسال. تقریبا کارمون تمومه. بریم مسیرهای برادکست رو در اپ سرویس پرووایدرمون ثبت کنیم تا اپلیکیشن بتونه ایونت های برادکست رو به درستی مدیریت کنه، یعنی تو متد بوتش از متد استاتیک روتز برادکست برای ثبت مسیرهای برادکست استفاده میکنیم. بعدم میریم تو فایل بوت استرپ app.php مون و توی وید روتینگش یک کلید جدید به نام کانلز اضافه میکنیم و مسیر فایل root/canals.php رو به اون میدیم. در انتها هم اول با npm run build فایل های جاوا اسکریپت و css مون رو بیلد میکنیم تا آماده استفاده بشه. مشخصا به خاطر لاراول اکو من این کارو کردم. با کامپوزر دامپ اتولود فایل های اتولود کامپوزرمون رو به روز رسانی میکنیم که باعث میشه لاراول بتونه کلاس ها و فانکشن های جدیدی که اضافه کردیم رو شناسایی کنه. با PHP آرتیسان کش کلیر کش برنامه که شامل کش روتا و کانفیگاس پاک میکنیم. حالا اگه PHP آرتیسان کانال لیست بزنیم باید لیست کانال های تعریف شده ما با کانالی که جدید تعریف کردیم باشه که داره درست نشون میده. بریم و مسنجرمون رو تست کنیم. از یه مرورگر در حالت ناشناس با یه کاربر و یه مرورگر با کاربر دیگه تست میکنیم. هم ایونت تایپینگ داره درست کار میکنه و هم ارسال ریل تایم پیام ها. اپیزود 28 با اضافه کردن سیستم چت کاربران به پایان رسید. اگر در پیاده سازی تا اینجا شما هم رسیدید حتما بگید و اگر مشکلی برخوردید در کامنت ها مطرحش کنید.